عرض درود و سلام دارم برای همه. از آنجایی که در ایران قرار دارید، انجمن آزادی مدت 1 سال می شود که به فعالیت‌های خود آغاز نموده است. انجمن آزادی به عنوان یک انجمن مستقل و غیر وابسته بوده و به هدف روشنگری عدالت و آزادی برای مردم افغانستان و سایر جاها پا به عرصه وجود گذاشته است. انجمن آزادی با این آسانی تشکیل یا تأسیس نشد. بعد از گفتگوهای بسیار زیاد مسلسل، بسیار زیاد مکرر، بی نهایت با تفصیل، شبها و روزها را در بر گرفت، در قسمت از اینکه کدام اسم عنوان شود، در قسمت از اینکه کدام اهداف گنجانده شود، در قسمت از اینکه با کدام داروهایی که درد افغانستان میتونه درمان شود در این انجمن گنجانیده شود. یعنی یک زمان بسیار زیادی را برد تا به تفاهم برسیم که انجمن آزادی تأسیس شد. انجمنی که امروز دغدغه هایش از افغانستان تا اروپا و حتی آمریکا که امروز ما با افتخار یاد میکنم و دوستان ما ارتباط بسیار خوبی دارند از آدرس یا از نشانی از این انجمن با کشورهای دیگه، این انجمن با آسانی واقعا تأسیس نشد، بسیار فرصت گرفت. ما به عنوان یکی از اعضای انجمن آزادی میخواهم نگاهی در مورد 1 قرن اخیر افغانستان داشته باشم و این که راه حل و پیشنهاد انجمن آزادی برای بیرون رفت از این مشکلات و بدبختی های 1 قرن اخیر چه هست، ای را با شما در جریان بگذارم. همانطوری که شما میدانید در رأس از این قرن شاهی را ما داریم به نام امان الله خان که خواستار اصلاحات بنیادی در افغانستان هست. او با آوردن نوع نظام مدرن و سکولار میخواهد که افغانستان را شبیه کشورهای مثل ترکیه و کشورهای اروپایی بسازد. نیت نیکی داشت، اما این اصلاحات به دلیل از این که بسیار زیاد زود هنگام بود و جامعه افغانستان و فرهنگ و سنت های افغانستان قابلیت پذیرش این را نداشتند، این اصلاحات متوجه یک سلسله شورش ها و یک سلسله قیام ها شد و بالاخره این که شاه از سمتش کنار رفت و از افغانستان بیرون گردید. پس از این دوره ما دوران بسیار کوتاه مدت از حبیب الله کلکانی را داریم که در این مدت افغانستان بیشتر متوجه مشکلات و درگیری های داخلی هست. پس از دوران حبیب الله کلکانی ما نظام دیگری را متوجه هستیم و شاهد هستیم که نظام نادرخانی هست. در این زمان شاه نادرخان در دوران حکومتش بیشتر متوجه سرکوب کردن و از میان برداشتن قیامگران و شورشگران در برابر نظام خودش هست و یک نوع نظام مستبد و دیکتاتورانه در افغانستان وجود دارد. پس از زمان نادرخان ما شاهد حکومت کوتاه‌مدت هاشم خان و بالاخره یک دوری درازی از تاریخ افغانستان را مشاهده میکنیم در تحت حکومت، در تحت حکمروایی کسی به نام ظاهرشاه. در دوران ظاهرشاه یک نوع صلح نسبی در افغانستان وجود داشت و این صلح بیشتر برخواسته از آرام نگه داشتن مردم به دلیل جاهل نگه داشتن و به دلیل ای بود که مردم افغانستان با آن سطح از آگاهی های مدرن و شهروندی دست نیافته بودند و سیاست دولت ظاهرشاهی هم همی بود که مردم افغانستان به شکل نادان باقی بمانند و تا اینکه در برابر نظام شاهی
پرسش های نداشته باشند و قیام های صورت نگیرد. ولی در همین مدت با یک دوره کوتاهی که از تجربه دموکراسی وجود دارد، ما شاهد با وجود آمدن و شکلگیری احزاب مختلف و خصوص حزب چپ و راست هستیم. احزاب خلق، جمعیت و حزب اسلامی و سایر احزاب دیگر. ما پس از این دوران حکومت داود را داریم که با یک کودتا میتواند حکومت را به دست بگیرد. در این زمان داود خان بیشتر متوجه اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی هست، ولی به دلیل اشتباهاتی که در قسمت سیاست های بیرونی دارد باعث می شود که احزاب مثل حزب خلق و پرچم دوباره بتوانند با یک کودتا با تبانی کشورهای بیرونی مثل روسیه حکومت داود خان را با سقوط مواجه بکنند و حکومت را در دست بگیرند. در مدت دوران حکومت کمونیست ها افغانستان وارد یک دوری یا یک برهه‌ای از تاریخ پرچالش و مهیب و خطرناک می گردد. در این دورات ما شاهد از بین بردن و قصاص و کشتار یک جمع کثیر از شهروندان افغانستان را داریم. ما به دلیل افکار کمونیستی و تحمیل افکار افراطگرانه چپی که میخواستن این احزاب بالای مردم افغانستان تطبیق بکنن شاهد قیام‌های از 4 گوشه افغانستان هستیم و بالخصوص به دلیل از اینکه این احزاب کشور روسیه و سربازان روسی را به داخل افغانستان دعوت کردند. بنابراین جنگ در افغانستان آغاز می شود و ما شاهد بدبختی های بیشمار هستیم و تا اینکه بالاخره روس‌ها به دلیل فشارهای بیرونی و جنگ‌های داخلی و مجاهدت مردم افغانستان از افغانستان بیرون میشن و ما شاهد پیروزی نظام مجاهدین هستیم. در دوران مجاهدین به دلیل از اینکه افغانستان وارد یک دوره جدیدی از تاریخ خود می‌گردد، ما شاهد یک نوع قدرت‌خواهی های سیاسی از طرف احزاب مختلف هستیم که در نتیجه از او جنگ در داخل افغانستان بخصوص شهر کابل به شکل شدید آن با وجود میاد و جریان پیدا میکند و در نتیجه از او هزار انسان آواره و بدبخت و بیچاره میگردند. پس از این دوره ما شاهد روی کار آمدن نظام طالبانی هستیم که در این مدت افغانستان در دوران 5 ساله حکومت طالبان متحمل یک نوع افراطگرایی بسیار خطرناک و ضد بشری هست. در این مدت طالبان بزرگترین فجایع ضد بشری و ضد انسانی را در حق مردم افغانستان از آدرس دین تحمیل می کنند. به می دلیل هست که ما یک مقاومت بزرگی را در برابر طالبان داریم در گوشه دیگر افغانستان. بالاخره طالبان با راه اندازی برنامه های تروریستی زمانی که کشورهای دیگی را مورد نظر قرار میتن به خصوص ایالات متحده، در نتیجه از او کشورهای بیرونی بین المللی به خصوص آمریکا و با کمک جبهه مقاومت توانستند که طالبها را بیرون بکنند و حکومت جدید امروزی را پایه‌گذاری بنمایند. در طول دوران حکومت امروزی ما شاهد یک سلسله اصلاحات و شاهد یک سلسله پیشرفت‌ها بدون شک هستیم، خصوصا در قسمت تعلیم تربیت، در قسمت نهادسازی و حکومت سازی و اداره سازی. اما آیا با پرسش‌های اساسی که دوباره افغانستان فردا و پس فردا به بحران نرود، آیا در این مدت پاسخ گفته شده است؟ فکر ما هست که نه. ما در مورد ای که دوباره افغانستان باز تجربه سالهای جنگ و بدبختی را نداشته باشد، باور انجمن آزادی
برای حل و انقطاع این همه نابسامانی ها و بحران در افغانستان امروزی همان است که ما چطور بتوانیم نقطه هایی که در داخل افغانستان، یعنی همیشه توسل بر اصل بحران در افغانستان بودین که همان مغالطی دین با سیاست است، یعنی ما چطور بتوانیم دین به جایگاه اصلیش، دین به جایگاه اساسیش که امانا نقش بر اجتماع و نقش بر فرهنگ داره بگردانیم. چطور بتوانیم دین از وضعیتی که امروز به عنوان ابزار قرار گرفته و کشورهای سوسمار همسایه مثل ایران و پاکستان و همیشه از این ابزار تانستین خوب استفاده بکنن و بحران به افغانستان به وجود بیارن، این رو نجات بدیم. و ویژگی دوم انجمن آزادی نگاه انجمن آزادی بر تقسیم قدرت و یعنی آوردن یک نظامی که در او تمام اقوام مختلف افغانستان، باور ما امروز است که افغانستان یک افغانستان ملی نیست، افغانستانی است که ملت نداره. پس چطور بتوانیم از این خشونت ها و بحران هایی که امروز در افغانستان از جلوگیری بکنیم؟ انجمن آزادی طرز دیدش یا نگاهش برای برچیدن از این بحران است که نظامی آورده شود که ارادی تمام اقوام مختلف افغانستان در او تصویر پیدا بکنه. او ممکن نیست مگر ای که یک نظام ایالتی یا فدرالی آورده شود. افتخار دارم امروز که عضویت از را داریم و افتخار داریم که یک تیف بزرگی جمع بیشتری از مردم روشنفکر، روشنگر، نویسنده و قلم به دست در این انجمن با ما هستند و با اون نگاه ها و تعریفی که ما با آینده افغانستان همدیگرانه، برابرانه، آزادانه با آینده افغانستان فکر میکنیم، همه تبانی، همفکر و همگرا و همگام با ما هستند.